салом, барномаи ахбори озодӣ аст ва ман Хиромон Бақозода. имрӯз 10 июни соли 2022 таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барнома. домоди президенти Тоҷикистон Ҷамолиддин Нуралиев аз вазифаи муовини якуми раиси Бонки миллӣ озод карда шуд. вазифаи наваш ҳанӯз эълон нашудааст. барои шуморе аз кӯдакони тоҷик таътили тобистона мавсими кор аст. мақомот бо эътирофи мушкил мегӯянд вазъ чандон фоҷиабор нест. ин чиз дар Тоҷикистон манъ шудааст. қариб 10 сол боз бо супориши бевоситаи президент. фаришта шарифӣ баъди фирор аз Афғонистон талош дорад дар Тоҷикистон бар қолабҳову боварҳои шахшудаи иҷтимоӣ ғолиб ояд. یک روز استاد ما بر ما گفته که یک دختر نمیتونه که فرض مثال انجینیر شود. با یک فرمان پرزیدنتی تاجیکستان روز 10 ایون جمالالدین نورالیف از مقام معاون یکم رئیس بانک ملی تاجیکستان برکنار شد. در شرح رسمی این خبر گفته می شود که داماد پرزیدنت امام علی رحمان با سبب به وظیفه دیگر گذشتنش از این مقام برکنار می شود. وظیفه نوی جمالالدین نورالیف فعلا اعلان نشده است. نورالیف همسری آزاده رحمان دختری پرزیدنت است که در مقام رئیس دستگاه اجرایی رئیس جمهور کار میکند. نورالیف 44 ساله که ختم کرده مکتب‌های عالی غربی بوده در بانک جهانی و خزینه بین المللی اسعار کار کرده است. شورا از سال 2007 به کار در حکومت تاجیکستان گذشت و در وظیفه‌های معاون وزیر مالیه هم کار کرد. بر اساس فرمان‌های دیگر جبار ناصرزاده از وظیفه رئیس ناحیه شهر نو آزاد شده، به جای او عبدالقادر ولیزاده به این وظیفه تعیین شد. همچنین با فرمان و قرارهای دیگری پرزیدنت امروز مقام‌های در سطح معاونان وزیر انرژتیکا، رکتوران دانشگاه آموزگاری دوشنبه و دیگر مؤسسه‌های تعلیمی کشور نو شدند. امرالدین علوتشویف زندانی یک چهره شناخته در میان جوانان بدخشان گفته است به زینه بالایی دادگاه شکایت نمی کند. دقیق نیست که این تصمیم او مستقلانه گرفته شده است یا زیر فشار. علوتشویف را آخر ماه اپریل بر اساس 5 بند کودکس جنایی به 18 سال زندان محکوم کردند. همکارم میرزانبی خالقزاد موضوع را پیگیری کرده و در استودیو با ما است. میرزانبی، چرا علوتشویف از شکایت خود دست کشیده است؟ ببینید، به قبل یک منبع آگاه از قضیه امرالدین علوتشویف گفته است که به بازبینی حکمش باور ندارد. این در حالی است که پیوندان علوتشویف پیشتر نیت داشتند که از بالای قرار دادگاه شکایت برند. ولی یک همصحبت رادیو آزادی که از قضیه آگاه است میگوید امرالدین علوتشویف گفته است باور ندارد که سود بالایی حکم او را تغییر میدهد. تماس مستقیم با خود علوتشویف ناممکن است. مقامات هم در این زمینه شرح نمیدهند، ولی از شکایت دست کشیدن امرالدین علوتشویف سوال برانگیز است، چون به گفته شرکتداران مرافع خود او شام 29 اپریل بعد اعلان 18 سال زندان در حالت شوک افتاد. به گفته خویشاوندانش علوتشویف باور نداشت که دادگاه نسبت او چنین حکم سنگین صادر میکند و مرافع امرالدین علوتشویف همگی چند ساعت در بینای بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه ادامه کرد. دادگاه بدخشان علوتشویف را به گروگانگیری، غصب بینا، تشکیل اتحاد جنایی، برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی و تشکیل اتحاد اکستریمیستی گناهکار اعلام کردند. پیوندانش میگن علوتشویف گناه ندارد. میرزانبی، آیا درباره وضع سلامتی امرالدین علوتشویف معلومات در دست هست؟ درباره وضع سلامتی علوتشویف معلومات زیاد در دست نیست. آنچه روشن است و در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه نگهداری می شود. بر اساس قانونگذاری تاجیکستان بعد دست کشیدن از شکایت به زینه بالای حکم امرالدین علوتشویف قوه قانونی می گیرد و او را به زندان می برند. یکی از پیوندانش گفت که به نزد علوتشویف اساساً وکیل دفاع او می درآید و تمام. از میان چهره های شناخته در بین جوانان بدخشان چهارشنبهیف هم به زندان محکوم شد. قضیه او تا کجا رسید؟ بله خیرمان، چهارشنبه ورزشگر محاربه های آمیخته هم روز 13 می به 8.5 سال زندان محکوم شده بود. ولی برعکس علوتشویف چهارشنبه به زینه بالای شکایت برده بود. طبق اطلاع دریافتی ما، وکیلان دفاعی چهارشنبه به زینه بالای شکایت بردند، ولی تا حال دادگاه دوشنبه در نسبت قضیه چهارشنبه تصمیم خود را نگرفته است. این ورزشگری شناخته را به دعوت به سرنگونی حاکمیت گناهکار کرده بودند، اما خود چهارشنبه خود را بیگناه گفت. وکیلان دفاعی این ورزشگر هم حکم دادگاه را غیر قانونی گفتند. سپاس. میرزانبی خالقزاد بود با آخرین تحولات
اطراف پرونده های علوتشویف و چهارشنبهیف. با فرارسی تابستان و شروع تعطیل مکتب در تاجیکستان در بازار و مکانهای تجارتی و خیابانهای شهرها صفی کودکان کارگر بیشتر به چشم می رسد. بعضی تحقیقات معلوم کرده است که بسیار فرزندان عائله‌های کم بضاعت و سرفرزند و اساساً پسر بچه های 15 تا 17 ساله بر عوض پول غیر رسمی بار و عربه‌کشی، کار در صحرا و آشپزخانه ها یا اجرای سفارش های مختلف را به عهده می گیرند. این ارتشی نورسان یاری رسانی اساسی والدانشان با حالتهای زیادی پایمالشوی حقوق و آزار و اذیت هم روبرو می شوند. در آستانه روز مبارزه با کار کودک هم سال 12 ایون برپا می شود، سرویناز روح الله و نگاره فضل‌الدین با روزگار یک چنین نورس در دوشنبه شناس شدند. تعطیل تابستان شروع شد، ولی دلیر 11 ساله وقتی بیشتری خود را در بازار پشت سر می کند. هر صبح به اینجا می آید و به جمع‌آوری ظرف‌های پلاستیکی مشغول می شود. بعداً آنها را به مکانی می برد که بر عوض ظرف‌های جمع‌آورده‌اش برایش مبلغ می دهند. میگیره میره پیش شد و میگم پاکت میخره نیش میگه نیش میگه اوایش میگه ایورا گمشه میرم سودا کردن میگیره در یه روز باشه ای بیسم کم سودا میکنم. پدری دلیر در روسیه مهاجر است و تربیه او و دو برادر دیگرش را مادر به عهده دارد. از حساب پولی که از کار در بازار به دست می آورد به مادر برای تامین زندگی کمک می کند. گاهی مشکل کار در بازار برای این نورس خوش نمی آید و گاهی مناسبت خریداران او را ناراحت می کند. قین سودا سس او سودایی هم نیستن. 12 ایون به عنوان روز بین المللی مبارزه علیه مهنت کودکان شناخته شده است، یعنی نورسانی مثل دلیر. طبق اطلاع رسمی بیشتر از 30% اهالی تاجیکستان را کودکان تشکیل می‌دهند که از این 125,000 کودکان و نورسان تا 18 ساله کار می‌کنند. بیشتر از 100,000 آنها در دهات و اساساً در صحرا کار می‌کردند. اگر ما کودکان مثلا با یگان کاری جسمانی جلب کردیم، بردیمشون پختچینی، اگر چنده این چیز در تاجیکستان منع شده است. قریب 10 سال باز با سفارش بی‌واسطه پرزیدنت یاش از مقامات میگویند شمار کودکانی که به کار جلب شدند نسبت به 10 سال پیش بیشتر از 10% کاهش یافته است، ولی کارشناسان میگویند راه و شیوه مبارزه با این روند در کشور نتیجه ساز نیست، زیرا منظره عمومی و آمار دقیق وجود ندارد. اخیراً شیوان ملالی گزارشگر سازمان ملل متحد که از تاجیکستان دیدن کرده است در گزارش تازه خود به این کشور توصیه داده است به گروه کودکانی که به کار مجبوری از جمله طالباندگی جلب شدند توجه بیشتر داده شود، چون احتمالی دچار شدن به استثمار آنها وجود دارد. اما دلیر قهرمان گزارش ما صرف نظر از روزگاری سنگین آرزوهای کوچک هم دارد. کمیته انداز دا کار کنیم، کمیته انداز دا کار میکنیم، یکون جدا نالوگ سازن، اونجا روی میکنم، میفهمونشون چکو کنم و چکو نکنم. دلیر چیزهای زیاده برای رسیدن به آنها دارد، ولی رسیدن به آنها زمانی زیاد دارد. برنامه اخباری رادیوی آزادی را ادامه می‌دهیم. با کمک سفارت آمریکا یک مرکز آموزشی برای پناهندگان افغانستانی در شهر وحدت بازسازی شد. این مرکز آموزشی 6 سال پیش از سوی مهاجران افغان تأسیس یافته بود، ولی شرایط خوب نداشت. بعد بازسازی برای پناهندگان افغانستانی امکان آموزش زبان‌های خارجی مثلا رسامی، موسیقی و ریاضی هم فراهم شد. این مرکز برای صدها پناهجوی افغانستانی مقیم تاجیکستان مکان تحصیل و هنرآموزی گردیده است. گزارش مولا رجب یوسفی در این باره است. فرشته شریفی 5 سال است که در این مرکز درس می‌خواند. اول زبان‌های فرانسوی و انگلیسی را آموخت و بعد ریاضی. حالا خودش از فن ریاضی درس می‌دهد و هم رسامی را می‌آموزد. این اولین نقاشی من هست و
قسمی که استاد گفتن میفهمیم بسیاری از ماها، یعنی بسیاری جوامعی که هستن دو دخترها حق درس خواندن را ندارن، حق تحصیل را ندارن و یا چی در داخل کشور چی در خارج از کشور. و همچنان این تصویر هم نشان میده که یعنی یک دختر مستقل را. در اکثر تصویرهای فرشته 21 ساله زنان غمگین تصویر شدند. خودش میگوید تصویرهای او بازگوی وضع فعلی زنان و دختران در افغانستان است. بعد تعمیر بنا در این مرکز برای آموزش موسیقی هم شرایط فراهم شد. احمدشاه دولت نظر استاد این فن است. میگوید در افغانستان برای رشد موسیقی شرایط سازگار نبود. در تاجیکستان هم تا آمدن به این مرکز جای تمرین نداشتند. توجه مسئولین بالکل خیلی خوب است. خیلی خوب است برای به خاطر موسیقی. گفتم بیشتر عرض کردم که با ما همکاری صورت گرفته در عرصه جایگاه موسیقی، چون در ریج ما که زندگی میکنیم ما نمیتونیم در جایی که زندگی میکنیم اتاق یا خانه موسیقی بکنیم. در شهر وحدت که میزبان هزارها پناهنده افغانستانی است، مرکز آموزشی را با نام کورس اسکندر میشناسند. تأسیس دهنده مرکز سال گذشته از تاجیکستان رفت. فعالیت مرکز حالا وسیع شده است. در آغاز اول انگلیسی بود و بعد ریاضی امروز اضافه شد. بعد تعداد مهاجر اینجا بیشتر شد و همکاری خود حکومت محلی و معارف ما را دستگیری کردن که ما تانستیم اینجا زبان ها بیش از 5-6 زبان ما اینجا تدریس میشه. در این صنفخانه زبان انگلیسی می آموزند، هم خردسالان و هم بزرگسالان. هر دو قشر باور دارند که بعد از تاجیکستان رفتن زبان انگلیسی به دردشان میخورد. ادیب رحمان بعد 1 سال آموزش با انگلیسی فکرش را بیان میکند. I have a dream to make Afghanistan and peace in Afghanistan. تصویرهای فرشته، صحبت‌های ادیب رحمان و هم سرودهای احمدشاه تقریباً یک درد را افاده میکند. درد دوری وطن و آنچه بر سر افغانستان آمده است. دادگاه ناحیه باباجان غفوروفی ولایت سوغ در محاکمه‌های یکساله 2 خوکپرور نقطه گذاشته حکم کرد که با نظرداشت اظهار پشیمانی آنها پرونده قطع و از جوابگری آزاد کرده شوند. قضیه از آنجا شروع شد که فرمای خوکپروری در افلاس یا آلوده کردن آبهای روی زمینی و زیر زمینی موضع دهمای گناهکار دانسته شدند. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. مالکان فرمه خوکپروری در ناحیه باباجان غفوروف برای آزادی خبر دادند که آخری ماه گذشته بنابر برطرف کردن ضرری رسانده شده و پرداخت جریمه از جوابگری جنایتی آزاد شدند. دوران مصطفی و نسیم دوسمتوف بیش از 15,000 سامانی را برای برقرار کردن زمین از پرتاب خوک‌ها ضرر دیده پرداخت کردند. همچنین جای پرتابگاه را برای افلاس نشدن اطراف عوض نمودند. قبلا از سوی دادستانی این ناحیه نسبت آنها طبق قانون جمهوری تاجیکستان برای خراب کردن زمین پرونده جنایی باز شده بود، ولی به سبب پشیمانی از این کردار طبق دیگر ماده سبک کننده پرونده آنها قطع گردیده است. 2 صاحبکار در این فرم تقریبا 400 خوک را پرورش میکنند. مسئولان ریاست حفظ محیط زیست در منطقه گفته بودند که با زیاد شدن این نوع چاروا آلودگی اطراف بیشتر شده است. هرچند در نزدیکی های این منطقه مردم زندگی ندارند، مقامات زمینی آنجا را کشاورزی میکنند. ولی این بار اول نیست که اداره حفظ محیط زیست نسبت آنها برای آلوده کردن اطراف چاره‌جویی میکند. نسیم دوسمتوف را سال گذشته با گناه افلاس یا آلوده کردن دریای سیر به 1.5 سال کار اصلاحی مجبور کردند. وی 300 خوک داشت ولی ادعا داشت از ناچاری میپرورد. و اخبار بیشتر از این را در سامانه آزادی، صحیفه آزادی ویدیو در شبکه یوتیوب و صحیفه های ما در فیسبوک، ادناکلاسنیکی و توییتر پیدا کنید.